الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مصنف حفظه الله گفتند معرفة التابعين، شناسایی با تابعین. تعریف التابعی، شناسایی با تابعی. لغة التابعون جمع تابع أو تابع، تابعی أو تابع. در لغت عرب تابعون جمع کلمه تابعی هست یا اینکه تابع هست. و تابع اسم فاعل من تبعه بمعنى مشى خلفه. تابع اسم فاعل است از کلمه تبعه، یعنی به معنای از قفایش راه گشتن. تبعه یعنی فلانی از قفای فلانی راه گشت، پیرو شد به فلانی. اصطلاحا هو من لقی صحابیا مسلما و مات علی الاسلام. در اصطلاح محدثین تابعین شخصی هست که صحابی را واخورده است در حالت مسلمانیش و مات علی الاسلام، و در حالت مسلمانی از دنیا گذشته است. در حالت مسلمانی واخورده است صحابه را و از عالم در حالت اسلام وفات کرده است. و قیل هو من صحب الصحابی، و بعضی گفتند که تابعین هر شخصی که صحابی را صاحبی کرده است، یعنی هم صحبت شده است، هم نشست شده است، انا هوای صحابی است. من فوائده، از فایده های شناختن تابعین، تمییز المرسل من المتصل، جدا کردن حدیث مرسل از حدیث متصل. حدیث متصل حدیث صحیح است، یعنی سند چسبیدگی هست. مرسل تابعین مباشرتا از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت میکنند. شما وقتی که تابعین ببینید که از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت میکنند، میدونید که حدیث مرسل است. تابعین نشناسید، از کجا میدونید که این تابعین است یا صحابه یا تبع تابعین؟ طبقات التابعین، طبقه های تابعین. اختلف فی عدد طبقاتهم فقسمهم العلماء كل حسب وجهته. اختلاف در عدد طبقه های تابعین هست در نزد علما. بعضی علما آنها را طبق وجهه نظر خود، طبق نظر خود تقسیم کردند. الف فجعلهم مسلم ثلاثه طبقات. مثلا امام مسلم تابعین را بر سه طبقه تقسیم کردند. و جعلهم ابن سعد اربع طبقات، ابن سعد باشد چهار طبقه کرد. و جعلهم الحاکم 15 طبقه، و امام ابو عبدالله حاکم 15 طبقه کرد. الاولى منها من ادرک العشره من الصحابه، یعنی 15 طبقه تابعین است. اولین آن طبقه ها آن تابعینی که 10 یاران بهشتی را دریافت کرده است، یعنی همه 10 یاران بهشتی که هم صحبت شده است و با 14 طبقه دیگر هست در نزد او. یعنی تابعین هم در یک مرتبه نیستن، برای اینکه هستن شخصیت هایی که یک صحابه را دیدن. خیلی که نقل میکنن که امام ابو حنیفه حضرت انس را دیدگی هستند، یک صحابه هستن. تابعینی که بسیار صحابه ها را دریافت کردگی است و حتی با صحابه ها خدا شدگی هست. دختری آنها را به زنی گرفتگی هست، مانند سعید ابن مسیب که داماد راوی دین مقدس اسلام، داماد حضرت ابو هریره رضی الله عنه بودند. دختری ابو هریره خانه‌دار شدند، دختری راوی اسلام را. بنابراین فرق در بین تابعین هست. المخضرمون، یا موضوع دیگر مخضرم ها، اینها کی هستند؟ المخضرمون جمع مخضرم. مخضرمون جمع کلمه مخضرم. والمخضرم هو الذي ادرك الجاهلیه و زمن النبی صلی الله علیه و سلم و اسلم ولم یره. مخضرم شخصی است که زمان جاهلیت را دریافت کرده است. حال پیامبر صلی الله علیه و سلم پیغمبر نبودند و آدم زنده بود، یعنی در همان وقت زنده بود، زمان جاهلیت را دریافت کرده است. و زمان النبی صلی الله علیه و سلم، و زمانی پیامبر صلی الله علیه و سلم هم دریافت کرده است. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم پیغمبر شدند زنده بود. و اسلمه، سپس اسلام آورد. ولم یروه، ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم را ندید. مانند نجاشی ملک حبشه، او پیش از اون که پیامبر صلی الله علیه و سلم پیامبر شوند بود،
وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم پیغمبر شدن بود و اسلام آورد، ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم رو ندیده از دنیا گذشت. والمخضرمون من التابعین علی الصحیح، مخضرم ها از جمله تابعین هستند بنابر قول صحیح، اینها هم تابعین هستند. بعضی ها گفتگی هستند که اینها بین صحابه و بین تابعین هستند و اینجا مصنف میگن که بنابر قول صحیح مخضرم ها هم تابعین هستند. و عدد المخضرمین نحو 20 شخصا، و عدد مخضرم ها اطراف 20 نفر هست. کما عدهم الامام مسلم رحمت الله علیه، امام مسلم آنها را شماریدند. دیدید علمای اسلام چگونه مهنت کرده هستند برای این دین مقدس اسلام. چند مخضرم هست همش شماریدن، جمع کردن. و صحیح انهم اکثر من ذلك، مصنف میگن که قول صحیح این است که آنها از 20 نفر بسیارتر هستند. و منهم ابو عثمان النهدی، از جمله آنها ابو عثمان نهدی و الاسود ابن یزید النخعی، و اینچنین اسود ابن یزید نخعی هستند. الفقهاء السبعه، فقهای هفتگانه، هفت فقه که هستند در بین تابعین، هفت فقه هستند. فقه آن شخصیتی که علم فقه را میداند. علم فقه یعنی فقه در لغت عرب به معنای فهم است. آن آدمی که از قرآن و سنت فهم میبرد، فهمیده استنباط برد و حکم میکند. و من اکابر التابعین الفقهاء السبعه، از جمله بزرگان تابعین این فقهای سبعه هستند، یعنی هفت فقه های تابعین هستند. و هم کبار علماء تابعین، اینها علمای بزرگ تابعین حساب میشن. و کلهم من اهل المدینه، همه این هفت نفر از اهل مدینه هستند. و هم آنها که هستند سعید بن المسیب و القاسم بن محمد و عروة بن الزبیر و خارجة بن زید و ابو سلمة بن عبد الرحمن و عبید الله بن عبد الله بن عتبة و سلیمان بن یسار. این هفت نفر یعنی علمای کبار تابعین و فقهای تابعین هستند. افضل التابعین، ما میدانیم که افضل ترین صحابه ها ابوبکر هستند و این اتفاق علمای امت است. افضل ترین تابعین که هست، هناك اقوال للعلماء فی افضلهم، در اینجا چند قول های هست از آن علما درباره افضل ترین تابعین. و المشهور ان افضلهم سعید بن المسیب، مشهور این است که افضل ترین صحابه ها سعید بن مسیب است. و قال ابو عبدالله محمد بن خفیف الشیرازی، و ابو عبدالله محمد بن خفیف الشیرازی میگوید که اهل المدینه یقولون افضل التابعین سعید بن المسیب، اهل مدینه میگویند که بهترین تابعین سعید بن مسیب، داماد ابو هریره رضی الله عنه. و اهل الکوفه یقولون اویس القرنی، اهل کوفه میگوید که اویس قرنی، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتگی هستند که اویس قرنی میبیاید دعا گیرید گفتگی هستند. اویس قرنی یعنی تابعین. و اهل البصره یقولون حسن البصری، اهل بصره میگن که بهترین تابعین حسن بصری رحمت الله علیه. یعنی در این مسئله یکم نص از جانب شریعت نیست، اما مسئله ابوبکر نص بسیار است، دلیل ها بسیار است. مرو ابابکر فلیصلی بالناس، ابوبکر را امر کنید که به مردم امامتی کند. هر چقدر طلب کردن که ابوبکر نمیتواند یا رسول الله عمر تعیین کنید، پیامبر صلی الله علیه و سلم لا، گفتن ابوبکر امر کنید که به نماز و مردم امامتی کند. به نماز عالم ترین مردم و تقوادارترین آنها باید امامتی کند و پیامبر صلی الله علیه و سلم ابوبکر را امر کردن. و اینچنین در حجم و علم المناسک ادق ما فی العبادات، شیخ الاسلام رحمت الله علیه میگن که علم حج در داخل علم عبادات نازکترین علم ها است. عبادات چه ها هست؟ طهارت، نماز، زکات، حج، روزه. انا همین 5 کتاب ها، 5 علم عبادات هست. در بین همین 5 عبادات از همه مشکلش علم حج است. و اگر ابوبکر علم نمی داشت، پیامبر صلی الله علیه و سلم سال اولی که حج فرض شده بود ابوبکر را بر تمام حاجی ها راهبر حج کرده نمی فرستاند. باید راهبر حج عالم ترین مردم باشد. و دلیل ها بسیار است. یه زن اومد یا رسول الله در مسئله میراث سوال کرد، گفت پیامبر صلی الله علیه و سلم دیر بیا بعد بیا، گفت که اگر نیابم شما را
یعنی رفت و اگر من بیام و شما وفات کرده باشید، راوی میگه که کأنها ترید الموت، او موت را در نظر داشت. اگر رفت من بیام و شما از دنیا گذشته باشید، بعد چیکار کنم؟ ایتی ابابکرین، و نزد ابوبکر بیافتم. دلیل ها فراوان است. شیخ الاسلام رحمت الله علیه در منهاج السنه بزرگی ابوبکر صدیق را یه نوع بیان کردن که یگان کس بیان نکرده است. حتی گفتن که فضائل الصدیق خصائص، فضیلت های ابوبکر صدیق خصائص است. یعنی هر یک فضیلتی که ابوبکر دارد خاصی ابوبکر از دیگرها نمیداند. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم از دنیا گذشتند و کجا پیامبر صلی الله علیه و سلم را دفن کنیم، یگان آدم نمیدانست غیر ابوبکر. یک چند مسئله ها هست که غیر ابوبکر دیگر هیچ کسی نمیدانست. بنابراین گفتن که فضیلت های ابوبکر خصائص است، یعنی خاص در ابوبکر است، در دیگرها نیست. بسیار دلیل ها هست برای بزرگ بودن ابوبکر. حتی ابوبکر شخصیتی هست که همراهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم سیومین آنها الله است. لا تحزن ان الله معنا، تو غمگین نشو ای ابوبکر، الله همراهی ما است، من تو الله. و خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم، لقبشون هم خلیفه رسول الله، با آسمان میچسبد نسب ابوبکر، خلیفه رسول الله. اما حضرت عمر امیر مومنین ها، به زمین میچسبد، امیر مومنین ها. بنابراین دلیل ها فراوان است برای افضلیت ابوبکر. خواستن پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتند یک ورق و یک قلم بیارید، من نویسم که بعد من خلیفه ابوبکر است، تا اینکه بعد من با یگان خلاف کننده خلاف نبراید. یک قلم و کاغذ بیارید، گفتن ابن عباس. بعد گفتن که لازم نه، یأبی الله والمؤمنون الا ابا بکر، الله و مؤمن ها یگان کس را نمیخواهند غیر ابوبکر. یعنی بعد وفات رسول الله صلی الله علیه وسلم در جای رسول الله همچون خلیفه رسول الله، جای نشین رسول الله صلی الله علیه وسلم، مؤمن ها یگان کس قبول ندارند غیر ابوبکر. بنابراین حاجت نوشتن نیست، گفتن ننوشتن و الا نوشتنی بودن. خلاصه دلیل ها فراوان است برای افضل ترین امت اسلام و افضل ترین صحابه ها ابوبکر بودن و دلیل بسیار. لیکن برای تابعین از قرآن و سنت دلیل نیست، این اجتهاد علما هست. بنابراین در نزد ما سعید ابن مسیب عالم تر است، برای آنکه شیخ الاسلام یک قاعده گذاشتند اعلم الناس افضلهم، عالم ترین مردم افضل ترین آنها هست. و محمد سعید ابن مسیب عالم تر از حسن بصری و عالم تر از اویس قرنی بودند. افضل التابعیات، بهترین تابعی زنها. قال ابوبکر بن ابی داود سیدة التابعیات حفصة بنت سیرین و عمرة بنت عبد الرحمن و تلیهما ام الدرداء. ابوبکر ابن ابی داود گفتن، ابوبکر ابن ابی داود ابو داودی سجستانی بچش، صاحب کتاب حائیه، شخصیتی بودن عقیده سالم داشتن، یک کتاب با نام حائیه نوشتن، عالم بزرگ بودن. گفتن که سیدی تابعی زنها حفصه دختر سیرین است و عمره دختر عبدالرحمن است و بعد اینها ام دردا هست. یعنی ام دردا این زنی ابو دردا، لیکن ابو دردا دو زن داشتن، هر دوشم ام دردا بود. یکتش صحابی کلانیش که در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم بود و صحابی است، دویمینش تابعین است، ام دردای نشان، دویم زنشان. این هم بهترین زنهای تابعین است. اشهر المصنفات فیه، مشهورترین مصنفات در باب تابعین، کتاب معرفة التابعین لأبی المطرف ابن فطیس الاندلوسی. معرفة تابعین کتاب ابی المطرف ابن فطیس اندلوسی. در همین قدر کفایتی میکنیم. الله اعلم. صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.